أدهم التومي قائد الفريق بالنسبة لتشكيلة منتخب میکنند بازیگران ما. صداش که داور بالا می شود. بازی آغاز گردید. 5 نفر اساسی، 5 گانه اساسی که بازی را شروع کردند الکی به شما گفتم و این 5 گانه در ثانیه های اول الکی به دروازه گل سر میدهد. باعث تاسف است که یک مرتبه هم بازیگران ما به توپ نرسیده. فوتبال بازان کشور لیبیا با زدن گل مشرف میگردند. می توانیم بار دیگر متوجه شویم که گل را کدام بازیگر به ثمر رساند. این بازیگر رقم 9 احمد می باشد. خوب توانستیم فیضالی سردار توپ را میگیرد، حرکت میکند، مرکز میدان را عبور کرد، پاس به کنار، امکانیت پاس مشاهده میکنیم که اون به میدان آمد. ضربه دلشاد سلام به طرف دروازه. این وضعیت برطرف میشود و هجوم جوابی داوت دقیق ترش توپ را وارد بازی بگرداند. او ضربه میزند. اگر راستش این باید اشاره کرده شود که او خود هم این چیز را آموخته ایستاده است. در جریان همین کار است به خط دفاع بازی کنند و عموما لیبیا همین گونه دسته هم هست. عموما لی است. این محمد احمد بود رقم 8 که چنین تکنیک اولی را نشان داد. اینجا ضربه به ترتیب مییابد. همچنین دروازه‌بان و یک نفر دیگر از عقب میستند. فیضالی سردار ضربه و توپ به اوت با نفع بازیگران کشور ماست. محمد جان شریپوف در کنار است. بازم فیضالی از میدان بیرون شده. موقع را به صبرجان گلیاکوف میماند. ضربه رستم حمیدوف با طرف دروازه و این حالت برطرف کرده می شود. ادریس یاروف پاسیو باقی ضربه به طرف دروازه و گل. آفرین آفرین بچه‌ها. حساب رقابت برابر 1-1 می شود. بسیار هم در سطح عالی این وضعیت را استفاده کردن توانستند. کامران علیف در موقع خیلی خوب قرار گرفت. بیاید متوجه شویم بار دیگر. ضربه فیضالی سردارов از عقب و فکر دارم از کامران علیف توپ را وارد دروازه کردن توانست. باید که وهمه بد کرده. بیاید سراول به همین گل یک بار دیگر متوجه شویم. رسید یا نرسید کامران علیف؟ به نظرم نرسید و بهوده نیست که او دروازه‌بان یکم است. امکانیت بهترین برای زدن گل نوبتی. کنی توپ کنی. حالت بهترین بود برای گل زدن. چگونه استفاده کردن شد؟ 3-1 بود. دروازه‌بان برآمدن بازیگران ما. وضعیت خیلی خوفناک بود. فکر نکنم لای بازیگران لیبیا را متوجه میشویم. اینجا خوب فیروز بیگ مرادوف از موقع خود بیرون میبراید و کارت سرخ میبرند که اون جست و جایشی که داشت خوب کارت سرخ نشان داده شد یا خود نه. بر صورت ما شما در اون حالتایی که کارت سرخ نشان داده می شود الکی دقیقه مجازاتی تمام شدند. بازیگران ما در میدان می باشند. اینجا بخت بلندی کرد. ادریس یاروف کوششی و با توپ فوتبال بازان دسته رقیب هستند. ضربه به طرف دروازه و فیروز بازمحمدوف این حالت را برطرف کردن توانست. در چمپیونات مملکت های عرب باید و فوتبال ضربه نوبتی امکانیت خیلی عالی و پس با کنار ارسال با کنار مقابل ضربه توپ اینجا تو المنتخب الطاجيكي لكن نتحدث عن المنتخب الليبي لانه هنا كره خطيره جدا. محمد خميس امکانیت میجویند بازیگران لیبیا و در نهایت موفق میشوند. چون این گل را سر دادیم میتوانیم با صحنه تکرار متوجه شویم. والمرور اخذ الحارس في لقطه جميله رائعه من لقطات لمحمد خميس وبالتالي هدف ثاني مشاهده کرده بود محمد خلیس که فیروز باز با خود نزدیک می شود. پیرو وایدوف دستور سپارشی آخری میدهد با خوب بازیگران ما. من جديد للخطة الدفاعية لأن الكرة مع المنتخب الليبي سهل الكرة تعود مرة أخرى. اشتباه اینجا دیده شد در مرکزی میدان. از پا می افتاد. خودی بازی ویران کرده شد. 13 ثانیه دیگر کمی بیشتر از 13 ثانیه. پس با کنار ضربه به طرف دروازه. امکانیت ضربه و بهترین امکانیت بود برای محمد جان شریپوف. دروازه‌بان دسته لیبیا توانست این حالت را برطرف کند. متوجه میشویم که چگونه ضربه قوی زد ادریس یاروف. توپ راست به نزد پایه
محمد شریف اومد با پای روز دروازه‌بان رو دروازه‌بان به طرف کرد با پای چپ و همین طور وقت تمام می شود. دوستان ارجمند در بازی یکم مرحله گروهی جام ملت‌های عرب منتخب تاجیکستان اومد با فوتزال شکست می‌خورد از دسته لیبیا که قهرمان دو کرته همین مسابقه می باشد. از هر دسته ما فیروز خوب فیضلی سردارов البته گل را به ثمر رساند